ای ملا مجیب الرحمن کلپ بعدی راجع به بهشت گپ میزنه. نه ای که گپای زی غلطه، ای بار درست میگه. در قرآن پاک راجع به بهشت آمده، راجع به حور آمده. خب با ای آب و تاب کی میگه ای رقمی نامده. و گپ سر از این نیست که آمده یا نه، گپ سر همی شوقای از یاسته که چی یک شوقای ها دارن. سعی کنین که ای بهشته برای همی نفرهایی که آمده شیشته، اما تا دانکایشان هم وازماندگی هوای دانم کم کم میرم مترکایی که او خدا چی وقت باشه که موجه بریم. برازی هایی چی خوب یک تشریح میکنن. اصل جوانی در بهشته، در جوانی به بهشت لذت داره که ولکن فیا ما تشتی انفسکم. 70 تا حور خدا میده، 70 تا حور. پیرم نمیشی، هیچ. خلاصه استقون دردم نمیشی، کمر دردم نمیشی. خلاصی این چیه بهشت؟ یک کلمه جای عیش و نوش و استراحته. میبینین 70 تا حور خدا میده. حور یعنی همی دخترای بسیار مقبول. یا دیگه دمی دنیا هم 4 زن و 10 زن و 20 زن میکنن. باز دو جام که میره می اوای دان از یاد ایست که والله که موجه دیگه باز 70 تا حور میه. باز میگه دوجه استخوان درد آمیج نمیشی، کمر درد آمیج نمیشی. یعنی به این مانا که از امی صبح تا شام و از امی شام تا صبح که این امی اورا هستی و تمامش رابطه جنسی. یعنی اینا جنت ما نمیفهم چی فکر کردن. یک جایی که از امی صبح تا شام 70 دانه هور دمی پشتت که ایسو میری که هور، که اوسو میری هور. خو سعیست برو سعی، کمر دردم نمیشی، استخوان دردم نمیشی. ولی دلت نمیزنه که از صبح تا شام اورا ایسون بده و ویسو بده و مولا جان تو بیا ایجا یکی شیسو کش کنه، یکی شوزو، یکی شوزو. یکی سمیشه که خسته میشی. خب خیره کمر درد نه 1 سال 2 سال دو جاید نمیموریام که در مرگ خلاشی از گیرشان. این نمی زنده هستی 1 سال و 2 سال و 100 سال و 500 سال و میلیون سال همی 70 تا او ریسونت میده و ایسو. یکی سه خواهد گفتی که خدایا بعد کردیم که در دنیا ما کار خوب کردیم. امی ما رفیقی از همیشه دوزخ ببر که از گیر از اورا خلاص شیم. راستی صبح تا شام اورجان ولیاز خدا دیگه مرا بانین 1-2 ساعت خوبانین اورجان که من میشه خوشم و واکش گیر کرده که برید که ملا مجیب الرحمن جان یادت است که وای دانت میرفت که 70 تا اور این حال آمدی حال دیگه عذر نکو که ما بانیم تا حال نمیشه اونمو کار است. اصل جوانی در بهشته، در جوانی به بهشت لذت داره که ولکن فیا ما تشتی انفسکم. 70 تا حور خدا میده، 70 تا حور. پیرم نمیشی، هیچ. خلاصه استقون دردم نمیشی، کمر دردم نمیشی. خلاصی این چیه بهشت؟ یک کلمه جای عیش و نوش و استراحته. یعنی چی یک دنیاه و با چی رقمی ها مردم بازی میتن دخترایشان در ایجا میگیرن این دنیا را سر از وا دوزخ جور میکنن با امید از این که باز دو دنیا میری جنت. ای برازیست که این دنیا را یک باغچه جور کنی برای مردم تا که دو دنیا خداوند تو را به پاداش باغسازیت برای مردم در یک باغ فردوس ببره. این است که در ایجا مردم ها را در قتل پرتو در کشتار 35 سال در وطن ما قتل و کشتار این عکس حداقل نیمش خوب نام ملا و ریش شده و این ملا و ریش که من میگم کلگی نیست بازم. یعنی مردفه شاید تو تشریح نکنم این کلگی ملا نیست. اینه می آدم هاست که مردم جنگ مندازن 200 شبکه جاسی معاش میگیرن و این شتام یک بازی میته که والا دوجه باز نه استخوان درد میشه نه. خب بیاین ما یک کلپک دیگه میمونم. ای بلا تشبیه منظورم نیست که ملا مجیب الرحمن خدا نکرده و یک نشان بتم مثل یک پشک و ترکایی نیست. یعنی ما آدم ها را توهین نمی کنم. مگر تو فکر کنین که اینجا یک پشکک من نمیفهم کدام نفر گرفته ای چوچکک پشک در یک تشت انداخته که تازی یک 10-15 دانم چوچکک های مرغاوی را چوچای مرغاوی فکر میکنه که این پشکک بوبوی ماست دمی جانش چسبیدن که از یک چیز بخورن و این چوچکک پشک ایرانه که از گیر از چطور خود نجات بده. این مولا مجیب الرحمن فکر کنین که دو دنیا
این هم تو در یک تشت رفتیده که دفدادان اور این نمی حال روز ملا مجیب الرحمن می باشه. هفتاد تا هور خدا میده.